با دوچرخه میرن وسط رودخونه، دوچرخه سواری میکنن. آبش خشک شده چون چند تا صد بر رودخانه کارون زدن و تمام آبش رو به یزد و قم و اصفهان منتقل کردن. همینطور همین جریانی که در ارومیه اتفاق افتاد جزئی از اینه. دریاچه ارومیه آبش قطع کردن، آب رودخانه ارس رو به مرکز ایران میبرن برای خودشون، برای اطرافیانشون، برای جیره‌خوارانشون در واقع. و این مشکل ما هست، مشکل اهواز، مشکل آب اهواز در همه جا هست. یعنی شما بفرمایید ملاحظه بکنید، اگه شما بری به روستاهای طابور و اون طرفای سیدیه و دهلاویه در مرز عراق، در نزدیکای هوربری، اونجا هیچ الپسیتین بری، اونجا شما نمونه ای از زندگی 1000 سال قبل رو میبینی، چون در اون مناطق هنوز هیچ امکانات رفاهی وجود نداره. مثلا نزدیکترین درمانگاه به اون مناطق در شهر سوسنگرده که 10 کیلومتر 100 کیلومتر ممکنه فاصله داشته باشه و تازه بیمار خفاجیه. آره معذرت میخوام، ممنونم. آره اونجاست و امکاناتی هم نداره بیمارستانش. من وقتی اومدم اون زمان فقط یک آمبولانس داشت و این آمبولانس دست یک کسی بود، من میشناسمش، آدم شارلاتانی بود. آمبولانس میرفت خونه، وقتی کارش تموم شد میرفت خونه، با آمبولانس میرفت جلو خونش پارکش میکرد میخوابید. این جوریه، بی‌نظامه. به هر حال اون چه که ما داریم میکشیم زیاده. بی‌آبی یکی از این مشکلاته. بی‌آبی نه تنها برای نوشیدن که الان از صحبت میشه، بر خود کشاورزی هم نیست. همین آب دزی که الان شما دیدی الان در شاور که از اینش استفاده میکنن، این آب برای مزارع به اصطلاح بسیجیایی که از مناطق مرکزی میارن و در به اصطلاح چمعلی و در نزدیکای منطقه رمضان و فکه و موسیان هست، اونجا میرن به بسیجی میدن آبش. و کشاورزای عرب اهوازی آب کافی ندارن برای زمیناشون، بیشترش بایر مونده و سبخ گرفته. حتی این مشکلات در اهواز هست، در تمام مناطق، در تمام شهرها هست، در تمام روستاها هست. و مردم ما اگر این امکانات وجود داشت، مردم اصلا اهواز اینقدر جمعیتش بالا نمیرفت. مردم در همون روستاهای خودشون، در شهرهای خودشون زندگی میکردن و اونجا میموندن، چون کشاورزیشون اونجاست، داماشون اونجاست، امکانیاتشون اونجاست و فامیلاشون و قبایل و عشایرشون. ولی همه میان حاشیه نشین شهرها میشن، به دنبال کار میگردن، در صورتی که در شهرها این امکانات وجود داره. شما الان بری به یک منطقه عقب افتاده در حاشیه اهواز بری، میبینی از یک پایه برق ممکنه 150-20 تا وایر یا کیبل برق میکشن به منازل به اصطلاح هیزومی و منازل بوریایی و حصیری خودشون اونجا زندگی میکنن و کپرهای خرابشون. تازه علاوه بر اینها این مناطق کپرنشین سرکوب روزانه هم داره و مثلا حی الثوره که ما ازش صحبت میکنیم و به عنوان پایگاه انقلاب در اهواز شناخته شده، این شلنگاباد نامیده میشد، چون مردم آب نداشتن، میرفتن یکی از یکی آب میکشید. به همین خاطر تمام خیابوناش پر از شلنگ آب بود، به خاطر شلنگاباد معروف بود. حی الثوره یا کوی انقلاب الان به کوی انقلاب معروفه، ولی در نهایت همین شلنگاباد کوی انقلاب شد. چرا؟ چون مردم از حقوقشون دفاع میکنن، مردم حقشون میخوان. به هر حال این مسائل ما مسائلمون، مشکلات ما اهوازی‌ها بسیار بسیار زیاده، ولی مشکلات ملت های دیگه هم هست در کنار ما. تنها ما نیستیم، داریم به این حدود از بی‌عدالتی میرسیم. در کردستان وضعیت اگر بدتر نیست بهتر از اهواز نیست. در بلوچستان هم که بدتر مسلما، چون بلوچستان حداقل در اهواز مردم ما کارهای دیگه، زمین هست، آب هست، تا حدودی جزئی دام میشه نگه داشت، میرفتن ماهی میگیرن، میرن شکار میکردن. ولی در بلوچستان که این نعمتهای وافر در اهواز وجود نداره، مردمشون اونجا در فقر و فاقه زندگی میکنن و به همین خاطر الان نظام همش متهمشون میکنه به قاچاق مواد مخدر، در صورتی که قاچاق مواد مخدر توسط خود سپاهپاسداران صورت میگیره. کاملا درسته. البته ما در این برنامه زنده هر روز ما روزانه که به صورت روزانه پخش مستقیم هست، حتما در مورد ملت‌های غیر فارس و در مورد محرومیت آنها، در مورد حقوق آنها
در مورد مبارزه های آنها، چه ظلم و ستمی که در حق آنها میشه از طرف رژیم ولایت فقیه صحبت خواهیم داشت و انشاءالله شخصیت های سیاسی این ملت ها، محققین، سیاست مداران یا همون تحلیلگران سیاسی و حقوقدانان، تمام شخصیت هایی که از این ملت ها هستند انشاءالله ازشون دعوت میکنیم که در مورد ملت های خودشون صحبت بکنن و چه ظلم و ستم و محرومیت و با چه سرکوبی روبرو هستند. البته باز هم اگر میخوایم در مورد آب اهواز صحبت بکنیم و میدونیم که رودخانه کارون تقریبا بیش از 900 کیلومتر طولش هست که بزرگترین رودخانه خاورمیانه هست که میتونه نه فقط برای ملت اهواز کافی باشه، میتونه هم برای میلیون ها انسان هم بهبود کافی باشه و میتونه هم نه فقط در مسائل کشاورزی و در خیلی از مسائل دیگه هم کفاف باشه. یا البته ما میدونیم که مثلا رژیم همون ولایت فقیه، رژیم خمینی، رژیم که الان حکومت میکنه در ایران، مسئله برنامه نیشکر هم رو در منطقه اهواز به اجرا در آورد که نه فقط آبهای کارون رو از نهر کشید، از رودخانه کشید، بلکه زمینهای کشاورزی و حاصلخیز و صدها روستا از ملت عرب گرفت، نابود کرد، ویران کرد، خراب کرد به خاطر اینکه حالا به قول خودشون پروژه اقتصادی. به نظر شما آقای محمود احمد این پروژه همون به قول خودشون اقتصادی، همون نیشکر که در اهواز هست که هزارها هکتار از ملت عرب اهواز گرفت، چه ضرری به ملت عرب اهواز، چه ضرری به آب و زمین و آینده ملت عرب اهواز رساند؟ آقای رازی، شما به عنوان یک عرب اهوازی اطلاع کامل دارید که این طرح اصلا طرح اقتصادی نبود، این یک طرح سیاسی بود، یک طرح استعمارگرانه بود برای اشغال اراضی کشاورزان عرب اهوازی و فشار به عربای اهوازی برای مهاجرت به مناطق فارس نشین و مناطق دور افتاده. و الان ما از انقلاب به این ور الان بیش از 40-50 هزار اهوازی در بندر عباس زندگی میکنن. همین مقدار ممکنه در بوشهر باشه، همین مقدار در مناطق دیگه دارن زندگی میکنن، چون در مناطق خودشون دیگه امکان ادامه حیات باقی نمونده و متاسفانه و بچه دارن و هر حال باید به دنبال زندگیشون برن، خصوصا اینکه تخصصشون اصلا در کارهای دریایی و در کارهای بندری و در اونجا عمل میکنن. این اشکالات آقای حسن رازی، شما میدونی نیشکر این قسمتی که اخیراً در چند سال اخیر، در 15-20 سال اخیر اشغال کردن در جنوب شهر اهواز، این مناطق به 10,000 هزار هکتار میرسه. من فکر میکنم فقط در این قسمت 106,000 هکتار مجموعاً از مردم، از کشاورزان اخذ شده. ما زمین هایی داریم که در دست کشاورز برای همین پروژه نیشکر و الان شرکت های متعددی در اونجا کار میکنن که بعضی هاشون به 11,000 نفر کارگر اشتغال دارن در اونها، به این قطع تعداد میرسه. اکثریت اینا، و من صحبت کردم چند روز پیش، اشاره کردیم که در یکی از اینا که 11,000 نفر کار میکنن فقط 1,500 نفرشون اهوازی هن، بقیهشون همه از مناطق دیگه اومدن. و الان در اهواز در تمام به اصطلاح نیشکر، مثلا نیشکر هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه که 10 سال پیش به اصطلاح راه انداختن، اون هم بیشتر کارگراش از غیر بومی هاست. تعداد بومی از مناطق سوس و مناطق اطرافش وجود داره ولی بیشترشون غیر بومی هستن. چرا کارگران رو از مناطق دیگر میارن برای این سیاست نظامه که به اصطلاح تعداد به اصطلاح تغییرات دموگرافیک در منطقه به وجود بیاره، تعداد غیر عرب ها رو اگر توانست فارس ها بهتر، اگر نتوانست کرد میاره، لور میاره
ترک میاره، بلوچ میاره تا اونجا رو اشغال بکنن و اینا به اصطلاح تغییرات دموگرافیک در منطقه به وجود میانن. تعداد نفوس اهوازی‌ها کمتر میشه تا مطالباتشون و هر گونه مبارزهشون رو به اصطلاح با یک برخورد حساب شده مواجه بکنن، نه تنها به خود رژیم حاکم بلکه با ملت‌های دیگری که خودشون هم تحت ستمن برخورد میکنن. ما الان مثلا مشکلاتی که در توجه به بیکاری ملت عرب اهواز، به این پروژه های بسیار بزرگ که در منطقه اهواز انجام میشه، باز هم کارگر از جاهای دیگر میارن و اصلا این من دیروز یکی از مطالب خوندم در مورد محمره که یک جوانی که 29 سالشه و لیسانس مهندسی نمیدونم چه رشته یادم نیست داره و در مصاحبه با یکی از به اصطلاح خبرگزاری های بسیار متعددشون گفته که من 5 سال من تحصیلاتم تموم کردم، در این 5 سال کار پیدا نکردم در محمره و محمره الان بیشتر کسانی که در اون استخدام میشن از جاهای دیگه انتخاب میشن و از میان ما فرزندان بومی شهر استفاده نمیشه. یعنی همین عدالت ولی فقیه، عدالت یکی از شرایط عادل بودنش، بله عادل بودنش منظور سرکوبگر بودنشه، منظور جنایتکار بودنشه، منظور ظلم کردن به ملت هاست و این مسئله ما برای اهوازی ها شناخته شده است و ما باش رو در رویم، روزانه رو در رویم، ولی انشالله که این وضعیت ادامه نمیتونه اساسا ادامه داشته باشه. البته که همینطور که واضحه مثلا عدالت در حقوق و دادن حقوق و به ملت ها عادل نبودن. آیا در سرکوب عادل بودن؟ یعنی به همه با یک سان سرکوب میکنن؟ یا نه، متاسفانه اهوازی ها از هر نظر با بی‌عدالتی روبرو شدن، چون ما به عنوان عرب بیشتر از همه سرکوب شدیم، به عنوان عرب بیشتر با ما برخورد خشن میکنن، بیشتر کشتار میکنن، ولی خب فراموش نکنیم ما هم از همه بیشتر ثروت داریم در منطقمون و این بیشتر به نظام فرصت میده و حتی بعضیا از مناطق غیر از مناطق فارس نشین هم کمک میکنن برای سرکوب اهوازی ها، چون بعضی مناطق اینجوری فکر میکنن یا اینجوری بهشون القا میکنن که اگر اهواز از دستمون بره تمام این مناطق به فقر میفتن، در صورتی که این مناطق اساسا فقر داشتن و دارن و ممکنه اگر اهواز به جایی برسه حداقل با این برادری که بین ملت ها هست ما میتونیم هرچه اونجا هست حداقل تعدادی از ملت کرد، تعدادی از ملت بلوچ اگر نیاز داشته باشه. من معتقدم اساسا این ملت ها هیچ کدوم فقیر نیستن، حتی بلوچستان که بیشترین ملت فقیر در ایران به نظر میاد مناطقش کاملا ثروتمنده و ممکنه با استثمارهای درست و سیاست اقتصادی درست در بلوچستان ممکنه روزی بلوچستان را ببینیم که چیزی شبیه لیبی شده. چرا؟ چون ما الان این روزا من تعجب کردم این روزا میشنویم که سوریه صادرات نفت داره در صورتی که تا چند سال پیش نداشت، یا در لبنان مثلا صادرات گاز داره یا مصر صادرات گاز داره، پس چرا بلوچستان نداشته باشه؟ و بلوچستان ثروت معادن زیادی، معادن زیاد، اورانیوم هم داره و کردستان هم همینطور، آذربایجان هم همینطور، حتی معادن طلا هم هست در این استان ها، ولی نظام همه اینا رو داره یکی بعد از دیگری استثمار میکنه. الان نفتشو داره آماده داره، بقیه رو هم گذاشته برای وقتی که به نفت به کمبود برسه، به کمیابی برسه، از اینا هم استفاده میکنه و ملت های خودشون هیچ بهره ای از این سرزمیناشون نبردن. اما در مورد ثروت ملت عرب اهواز صحبت کردیم، زیاد صحبت کردیم که چه ثروتی دارن، چه اقتصاد قوی دارن، نفت و گاز و آب و ماهی و زمین حاصل خیز و همچنین ثروت‌های ملت بلوچستان، کردستان، ترک آذربایجان و ترکمنستان حتما ثروت‌های فراوانی دارند. البته همه این ثروت‌ها مردم محرومند، از بیکاری رنج میبرند، از ظلم و ستم. همه این ثروت‌ها رژیم میگیره، کجا مصرف میکنه، به کی میده؟ با این همه ثروت چه کار میکنه؟ شما ببین آقای رازی، در یک فساد مالی 3000 میلیارد یک دفعه رو میشه که از بانک صادرات کش رفته. نظام اینه، نظام در فساد غرقه. علاوه بر این اساسا نظام شما این مسائلی که در
اهواز هست و فقری در اهواز هست. وقتی میری اصفهان، وقتی میری شیراز، وقتی میری تهران، وقتی میری قم، این چیزا رو نمیبینی. گاز مثلا من قبل از دقایق پیش داشتیم از این صحبت میکردیم که گاز چند نفر از خفگی گاز کشته شدن در سال گذشته و چند نفر از برق گرفتگی. ولی من یه چیزی جلب توجهم کرد که مثلا در برق، تلفات برق و تلفات آب غرق شدن، اهوازی ها بیشترین رقم رو داشتن، ولی در گاز پایین ترین رقم رو داشتن از خفگی گاز. چرا؟ چون اهوازی ها اصلا گاز ندارن در خونه هاشون تا از گاز خفه بشن. هنوز به اصطلاح ایرانی ها از پشگر استفاده میکنن، هنوز از هیزم استفاده میکنن در بعضی مناطق در اهواز، در صورتی که ثروت گازیشون بله ثروت گازیشون به مناطق دیگه ایران رفته. و الان من در سال 1984 در قزوین کار میکردم. در قزوین، تمام شهر قزوین لوله کشی گاز داشت. در اون زمان اهواز لوله کشی گاز نداشت. اینا مسائل ثروت اونجا میره. الان مگه آبی که از ارومیه چیزش کردن، قطعش کردن، به کجا میرفت؟ به همون مناطق میرفت. به همین شما اگه الان بری در تنها اتوبانی که در ایران وجود داره بین قزوین و تهران، بین تهران و قم، بین این مناطق وجود داره، ولی اتوبانی که در اهواز وجود نداره، اتوبان که در مناطق دیگه وجود نداره. سرمایه گذاری ها بیشترش اونجا شده. فقط اهواز، یک فرقی هست بین اهواز و مناطق دیگه در ایران اینه که اهواز به خاطر وجود نفت و گاز و به خاطر وجود دریا در اونجا صنایع بزرگ زیاد اونجا هست، چون اینا باید نزدیک دریا باشن، اینا باید نزدیک نفت و گاز باشن تا هزینه هاشون کمتر بشه. ولی اینا در نهایت ثروت ملت هم. بله آقای محمود احمد، همونطور که و بینندگان عزیز خصوصا اهوازی ها یاد دارن که در 2005 انتفاضه 2005 ملت عرب اهواز، یکی از همون شرارتی که این انتفاضه رو به وجود آورد، بله، همون مسئله گرفتن زمین ها، همون مسئله تغییر دموگرافیک که شما فرمودید، و همین نامی که از طرف یا به امضای ابتهی که مدیر دفتر ریاست جمهوری در زمان خاتمی بوده امضا شده و دستور داد به اطلاعات، به اداره بودجه و به اداره کشاورزی که با هم همکاری داشته باشند که طوری کاری بکنن که ملت عرب اهواز به یک سوم جمعیت منطقه تبدیل بشه. چیزی که شما اشاره کردید و در مورد آن صحبت کردید، زمین ها رو از مردم ملت عرب اهواز میگیرن، آب از آنها میگیرن، با این همه ثروت، با این همه کارخانه ها، با این همه اقتصاد قوی ملت عرب اهواز، ولی همطور که ما در روزهای قبل در صحبت از بیکاری ملت عرب اهواز که به 88 نسبت به غیر عرب هست، بله درصد هست، و هم دست فروشان به 98 میرسه، این مسئله فجیع آمیز و فجیع بار چطور شما میتونید مقایسش بکنید با مناطق فارس نشین در منطقه اهواز؟ چه تبعیض میان ملت عرب اهواز یا عرب با غیر عرب در منطقه، که ما در مورد عدالت و نمیدونم تساوی و برابری صحبت کردیم و اونا ادعا میکنن که رژیمی که مسائل برابری و عدالت و برادری و مسلمانی را شیوه کار خودشون گذاشتن یا الگوی کارهای خودشون گذاشتن. آیا میتون برای بینندگان عزیز مقایسه بکنید زندگی عرب ها با غیر عرب در منطقه خودمون، در منطقه اهواز؟ نه، در خود منطقه همین سیاستی که زمان خاتمی پیاده شد بعد از به اصطلاح خیزش ملت عرب اهواز در 2005 پیاده شد، قبل از اون البته شروع شد و بعد از اون ادامه داشت و تا الان ادامه داره. این الان تعداد غیر فارس ها رو در منطقه بسیار بسیار زیاد کرد، تعدادشون بالا اومد، خصوصا از مناطق همجوار، خصوصا از میان برادران لورمون تعداد زیادی آوردن، اونا رو اغوا کردن که این خوزستان مال شماست و مناطق ما کاری با خوزستان نداریم و کاری
با برادران لورمون نداریم، سرزمینشون مال خودشونه و سرنوشتشون مال خودشونه، ولی اونان میارن به داخل شهر اهواز و شهرک ها براشون میسازن. با ملت بختیاری و لور برادران و نزدیکای هم پیمان بودن اساسا علیه نظام ایران. وقتی به لورا حمله میشد در اون زمانا، شیخ خزعل قبل شیخ سلمان قبل از شیخ خزعل که در فلاحیه بود به کمک همدیگه میرفتن و به هر حال اینا مسائلی هست. نظام داره این کار میکنه، ملت ها رو از جاهای دیگه منتقل میکنه به اهواز، شهرک هایی براشون میسازه، امکانیات برق و گاز و کار و اشتغال و مدارس و تمام وسایل رفاهی رو براشون تامین میکنه. ولی اهوازی وقتی به یک وام مسکن نیاز داشته باشه نمیتونه بگیره و اگر هم تونست بگیره با 26% میگیره که کمرشکن توانایی باز پرداختش رو نداره و بعد از 4-5 سال میبینید که خونه رو باز بانک ازش مصادره کرد، پس گرفت. چرا؟ چون نمیتونه پرداخت بکنه. به همین خاطر الان عربای اهوازی الان در خود اهواز خودشون فقیرترین اقشار جامعه هستن، فقیرترین طبقات هستن، چون ثروت در واقع دست نظامه و نظام خودش به هر کسی که میده که میخواد میبخشه و مسلما به اهوازی‌ها نمیده، چون میخواد که اهوازی‌ها به خارج مهاجرت بکنن و من و شما نمونهش هستیم و دیگران که در داخل ایران توانایی اومدن به خارج را ندارن، در اصفهانن، در شیرازن، و بسیاری از اینا اصلا زبان عربی یادشون رفته دیگه، صحبت از زبان عربی نمیکنن. بعضیا حتی از حقوق عربی اینجوری فکر میکنن نظام دفاع نمیکنن. ولی ما فرزندان ملت ما، حتی اینایی که ما الان چند روز پیش صحبت با یکی از بچه هامون میکردیم در ترکیه، چند نفری یک خانواده که 3 تا برادرن و خواهرن، اینا همشون هیچ کدوم عربی صحبت نمیتونن بکنن و وقتی از اونا پرسیدن گفتن ما پناهنده اهوازییم و مشکلات سیاسی داشتیم، باور نکردن ازشون. از ما پرسیدن که آیا اینا واقعا اهوازی هستن؟ چطور اهوازی هستن و عربی صحبت نمیکنن؟ گفتیم بابا ما در زیر اشغال داریم زندگی میکنیم، اینا مهاجرت کردن و این بچه‌ها در خراسان یا در اصفهان یا در جای دیگه بزرگ شدن، درست عربی صحبت نمیکنن ولی شما میبینید که فرهنگشون عربیه. ما اینا رو میشناسیم، خانواده‌تن میشناسیم، بزرگ‌کوچیشون میشناسیم تا اونا رو قبول کردن و الان هم داریم در همین اروپا خیلی خیلی زیاد، تعداد زیادی از بچهای عرب اهواز اینجا میان. ما در مورد فارسی نکردن به شکل سیستماتیک فارسی نکردن ملت عرب اهواز صحبت میکنیم ان شاء الله، ولی اگر اجازه میدید بینندگان عزیز اجازه میدیم که با ما شرکت بکنن، بفرمایید، نظر بدن و اگر سوالی دارن ما در خدمت آنها هستیم. بله بفرمایید. السلام علیکم برادران محترم. علیکم السلام و رحمت الله. قربان شما، بعد ما شما با بحث ما عقلی باشد، نقد باشد، چرا که امروز ایران هم الحمدلله تمام اقوام چی سنی چی شیعه دانسته و رهبریت خودش شناخته. ما میبینیم که در زمان شاه آیا با این برادران بلوچ ما، با برادران کرنشین ما، با اقوام دیگر، یعنی آیا شما میدانین که در اون زمان نه برق داشت، نه مکتب داشت، چه مشکلاتی داشت؟ فقط برای انسانهایی که نه خدا را میشناست نه پیغمبر را میشناخت، آنها زندگی خوب داشتن. ولی که امروز الحمدلله اینطور نیست که حکومت مهدی علیه السلام است. در زمان مهدی علیه السلام عدالت و همه اصول دین و فرایض دین یعنی ادا میشه و امروز ایران با مشکلاتی که داره، امروز میبینین که در خلیج دشمنان خدا، امی حکومت هایی که ملت ها را سرکوب کرده، شما پیشتر گفتین از حسنی مبارک و علی چی را یاد کردین، علی زین العابدین، اینها دشمنان ملت بودند. شما دیدین که خدا چی جزایشان دادن، با خود شاه ایران خدا چی جزایش دادن. انشالله که روز آمدنی است که همین سعود یعنی با واسطه مردم. برادر عزیز وقتمون کوتاهه، اگر سوالی دارید بفرمایید. ما در مورد شما نظرتون دادید، نظرت خودتون دادید، ولی ما با مدرک و با حالا فیلم و با ارقام داریم صحبت میکنیم و ما خودمون بهتر از شما در مورد مسائل خودمون وارد هستیم و از بی‌عدالتی های رژیم داریم رنج میبریم. از تماس شما متشکر هستم
و هم از شما انتظار داریم که به طور واقع بین به مسائل که در داخل هست نگاه بکنید. حالا شما میخواهید مقایسه بکنید با رژیم همون فعلی با رژیم قبلی که چقدر پیشرفت شده، ولی در کشتار شاید در رقم اول رو گرفته، در محرومیت ها، در قتل. ما همینطوری صحبت نمی کنیم. خیلی ما با فیلم میخواهی نشون دادیم و نشون میدیم مسائل مختلف رو با مدرک و وثیقه و با عکس و با چیزی که قابل انکار نیست داریم نشون میدیم. شما الان نمیدونم آیا واقعا از این مسائل با خبر نیستید؟ اگر با خبر نیستید من از شما دعوت میکنم که شما بفرمایید برید ایران. شما وقتی که زنگ زدید من متوجه شدم که شما از اروپا هستید، ولی اگر میخواید تشریف برید ایران ببینید، از نزدیک ببینید، نه تهران و شیراز و اصفهان، تشریف فرمایید برید اهواز، برید بلوچستان، ببین اون ملت از چه رنج و از چه ظلم و از چه سرکوب دارن رنج میبرند. ما تلفن داریم. الو بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. با مولوی صاحب کار داشتم. مولوی صاحب ملازاده. آقای مولوی، دکتر مولوی هستن در برنامه که بعد از ما شروع میشه، اون هم به طور زنده برنامه رو شروع میکنه و در پای تلویزیون هست. لطف بکنید بعد از 1 ساعت اگر شما تماس بگیرید اون هم شما میتونید با اون صحبت بکنید. بفرمایید آقای محمود. اون که در پاسخ آقای محترمی که زنگ زدن و انتقاد کردن و میگن ما در سایه حکومت امام صاحب الزمان داریم زندگی میکنیم. من نمیدونم آیا شما میخواین بگین آقای محترم، میخواین بگین تمام این جنایت هایی که در ایران میشه زیر نظر حکومت مهدی صورت میگیره، یعنی امام 12 شما اونو متهم به جنایت و جنایتکاری میکنید؟ شما اگه مسلمونین، ما اگه مسلمونین باید به امامامون، باید به اشخاص محترمی که در میان ملت هامون هستن احترام بگذاریم، نه اینکه جنایت های اشخاص به عینه، اشخاص مشخصی مثل خامنه‌ای و دار و دسته‌اش و احمدی نژاد و دار و دسته‌اش رو به امامان نسبت بدیم. این امامان فرزندان اول جد حضرت محمد هستن. اگه امام باشن از دیدگاه شما محترمن، اگه امام هم نباشن از دیدگاه مثلا برادران سنی همچنین محترمن. و من نشنیدم هرگز یک سنی مثلا به امامان شیعه فوش بده یا فحش بده. همشون احترامشون رو دارن. بنابراین صحبت از این که این جنایات رو به نام اسلام و به نام ائمه از دیدگاه شما بگذاریم، من فکر میکنم این کاملا ظالمانه است و رژیم متعمداً این کار رو میکنه تا این اتهام رو به جای اینکه به خامنه‌ای بسته بشه بگه که به امام مهدی داده میشه و به ائمه دیگه داده میشه. نه، جنایت ها شما اطلاع ندارید آقای محترم. الان آمار رسمی خودشون اعلام کردن، پری روز اعلام کردن که در ایران هر روز 10 نفر معتاد به مواد مخدر میمیره. هر روز 10 نفر، یعنی 3650 نفر در سال از مواد مخدر میمیرن. و شما از لهجتون پیداست آقای محترم که از اطراف ایران یا از افغانستان هستید و میدونید چه بلایی در ایران هست مواد مخدر و چگونه خود سپاه پاسداران اینا رو توزیع میکنه. من تعجب میکنم، یک خبری چند روز پیش منتشر شد که من هنوز باورش نکردم. میگه در روز در زندان قزلحصار هر روز 2 کیلو و 700 گرم مواد مخدر توزیع میشه در داخل زندان. آقای محترم، این جنایت ها توسط کی صورت میگیره؟ شما میگین جنایتکاران حکومت فلان و فلان در کشورهای عربی. چرا از جنایت های حکومت در داخل ایران صحبت نمی کنید؟ از فسادی که در داخل ایران صحبت نمی کنید؟ آقا مگه نمیدونید شما در تهران الان با ماشین بری هر 20 متری شما میبینی بلا نسبت شما یک دختر بیچاره یا یک زن با چند تا یتیم اونجا ایستاده، حالا یا گدایی میکنه یا خدای نکرده دست به کارهای دیگر میزنه تا بتونه زندگیش
اداره بکنه؟ ثروت اینا کجا رفته؟ ثروت ملت عرب اهواز کجا رفته؟ چرا اهواز با این همه ثروت 40,000 نفرش در کویت دارن عملگی میکنن، حمالی میکنن؟ آقای محترم، چرا از میان ایرانیا 7,5 میلیون پناهنده شدن در خارج؟ مگه این سوالا پاسخ نمیخواد؟ خب چرا نمیشینید به این سوالا پاسخ بدید؟ آقای محمود احمد، من در پاسخ این دوست ما و بینندگان عزیزی که واقعا از رژیم ایران بیخبر هستند و نمیدونن که اونجا چه اتفاق میفته، این آمار درصد که الان که در صفحه تلویزیون نمایان میشه، که در مورد این آمار درصد صحبت کردیم، درصد ملت عرب اهواز نسبت به غیر عرب. حالا نمیدونم آقای اگر دوستمون میتونه این آمار رو در صفحه تلویزیون نشون بده که واقعا خودش ببینه که چه بلایی بر سر ملت عرب اهواز میشه. حالا تا آماده میشه این روی دوربین بیاد، اگر میخواید ادامه بدید که واقعا مردم ببینن. بله، این شما این جلوتون هست آقای رازی، من نمیبینم. شما بخونید اینا رو، بفرمایید بخونید اینا رو. خوندم، نشون دادم. خب آره، ولی خب میخوام، ولی روی صفحه تلویزیون نیومد. ولی من به بینندگان عزیز وعده میدم که در روزهای آینده انشالله من یعنی مسائل زیادی هست با وثیقه، با سندهای مختلفی هست، با خودم میارم، به بینندگان عزیز نشون میدم در مورد گرفتن زمین ها، مصادره زمین، آب، جنایت، جرم، سرکوب، همه با لغت آمار یا با همون سند صحبت میکنیم و نشون میدیم که ما از خودمون این نشون میدیم، این واقعیتی که میخواهیم نشون میدیم. بفرمایید آقای محمود. آره، در مورد همین آماری که صحبت شد، آمار خود دولت، آمار نظام خودش همه چیز رو نشون میده، هر چند صادقانه نیست، ولی با همین ناصادقانه بودنش و با همین تعداد کمی که نشون میده، به هر حال نشون میده فاجعه رو و عمق فاجعه رو. در ایران الان مسائل مثل بی‌عدالتی، مثل ظلم، مثل آقای محترم، ما به بی‌عدالتی و ظلم رسیدیم. آقای محترم، شما میدونید اینایی که به عنوان قاضی الان بر مسند قدرت نشستن و از مردم بازخواست میکنن و مردم رو به محاکمه میکشونن، اکثر اینا آدمهای عادی هستن که رفته 4 تا کلاس خونده و بعد از 4 کلاس رفته در حوزه علمیه قم به عادل بودن رسیده و به عدالت رو از اونجا یاد گرفته. مگه کدوم یک از این قضاتی که ما ازشون صحبت میکنیم دانشگاه علم حقوق بشر یا حقوق انسانها رو خونده و به حقوق انسان پایبند باشه؟ اینا حتی استادانشون در دانشگاه الان یک مشت آخوندن، با تمام احترامی که به تمام استادان دانشمند داریم، ولی بسیاری از دانشگاه ها استاداش از همین بیسوادانی هستن که در قم 4 کلاس سواد دارن و میرن در اون حجره های تاریک 2 سال 3 سال میخونن و بعد به عنوان مجتهد میاد بیرون. و میدونید که در قم درجه اجتهاد با 4 نفر تایید میشه، طرف به عنوان مجتهد شناخته میشه و میان آخوندا پیدا کردن 4 تا دوست مشکلی نیست که بهشون بگه بیایید برای من امضا بکنید که من مجتهدم، و عمامه گذاشتن بر سر هم که حساب و کتابی نداره. بنابراین در واقع مشکلات ما در ایران مشکلات بسیاری. حالا ما به عنوان یک ملت مشکلمون کاملا جدا از تمام این مشکلات، چون ما مشکل اولمون مشکل ملی و مشکل قومیتی است که ما برای حقوق خودمون، حقوق کامل خودمون مبارزه میکنیم، ولی اساسا مشکلات اجتماعی و مشکلات فرهنگی و مشکلات اقتصادی در جامعه همه رو به جانشون رو به لب رسونده. نمیدونید شما الان نرخ 1 کیلو گوشت بیشتر از بهایش بیشتر از نرخش در لندنه؟ شما اطلاع دارید که یک مرغ نرخش در اهواز الان بیشتر از لندنه؟ شما نمیدونید 1 کیلو پنیر در اهواز نرخش در لندن بیشتره؟
همه اینا واقعیاته. شما فکر کن ما ماهی اینجا بهترین ماهی ها رو میخریم با ارزان‌ترین قیمت، ولی در اهواز همون ماهی هورمون الان دیگه پیدا نمیشه. در اهواز هور خشک شده. الان باطلاق هایی که ماهی درش پرورش طبیعی میابه خشک شده. الان در فلاحیه یا شادگان به قول خودشون یا در خفاجی سوسنگر اصلا ماهی دیگه پیدا نمیشه، به ندرت پیدا میشه. این مشکلات رو شما در نظر بگیرید. تمام شنوندگان و بینندگانی که الان به ما میشینن پای تلویزیون و وقتشون رو تلف میکنن، این مسائل رو توجه بکنن، اهمیت بدن. چرا باید از خودمون بپرسیم و از نظام و حکام بپرسیم که چرا باید در ایران چنین باشه؟ ایرانی که الان نفت اهواز و گاز اهواز رو ربودن و بیش از 150 تا 200,000 تا 200 میلیارد در سال از پول نفت در میارن، از گاز در میارن، از زمینهای کشاورزی در میارن. نه تنها به ما ندادن، به ملت‌های دیگه هم ندادن، فقط برای خودشون مصرف کردن، فقط برای نیروگاه‌های اتمی خودشون و بمب اتمی که میخوان بسازن میدن. الان میان و میگن، هر روز میگن یک موشک جدید ساختیم، یک موشک. شما میدونید این سرمایه‌های کلان برای موشک سازی اینا کار ساده ای نیست. کارخونه آوردن و صنایع و آموزش دادن سالها طول میکشه. همه اینا تمام این ثروت ها به این شکل هدر رفته توسط نظام. ثروت های ملت ها رو میبرن، ولی حتی به خود ملت ها و حتی به خود ملت فارسشون هم نمیرسونن. بله کمک هایی به اونا شده، شهرهاشون آباد شده، شهر اصفهان زیباست و اصفهان به قول خودشون نیمه جهونه و بسیار زیباست، ولی مردم اصفهان همینطور خونه نشستن و دارن به اصطلاح پول بهشون میرسه؟ نه، اینطوری هم نیست. باید برای نظام کار بکنن، برن بسیجی بشن، برن پاسدار بشن، برن در ارتش کار بکنن و به نوایی برسد. این مسائل در ایران هست، حقایق هست، باید از اونا صحبت کرد. شما فکر نکنید صحبت کردن ما از جنایاتی که رژیم علیه ملت ها میکنه فقط همینا جنایته، بلکه جنایت ها خیلی خیلی بیشتر از اینه و خیلی بیشتر وسیعتر تجاوز کرده از ملت ها و تجاوز کرده از یک طبقه خصوصی، بلکه به تمام طبقات در ایران رسیده، به تمام اقشار رسیده. ملت ها که در واقع بخت اول رو دارن و سرکوب اول را دارن از دست نظام که هر روز تعداد کشته هاشون و شهداشون بیشتر و بیشتر میشه. بله آقای محمود احمد، شما البته ما صحبت کردیم در مورد محرومیت ملت عرب اهواز، در مورد حالا گرفتن زمین های کشاورزی. ما میدونیم که کار اصلی و عمده ملت عرب اهواز کشاورزیه. رژیم ایران آمد تمام زمین های حاصلخیز و کشاورزی ملت عرب را گرفت، به پروژه های سیاسی یا اقتصادی یا استعماری به کار برد، شهرک درست کرد، مردم عرب را از روستاهاشون، از شهرهاشون را به عمق ایران، به شهرهای فارس نشین اونجا هجرت داد تا به اهداف شونیسم خودش یا به اهداف صفوی خودش برسه. و دقیقا ما همین دو روز پیش فیلمی رو خدمت بینندگان عزیز پخش کردم که صحبت از دیواره که حی الثوره را از مناطق دیگر اهواز را جدا میکنه. این مسئله شهرک سازی، گرفتن زمین ها، دیوار ساختن ها، چه فرقی با همون شهرک ها و دیوارهایی که در اسرائیل علیه فلسطینیان انجام میشه؟ آیا فرقی هست یا رژیم تهران که ادعای دفاع از اسلام و مسلمین میکنه سیاست‌هاش دقیقاً مثل سیاست‌های اسرائیل در حق فلسطینی ها؟ ما اگر بخوایم خیلی خیلی به اصطلاح به نظام در ایران رحم بکنیم، فقط میتونیم بگیم نمیخوایم اونو بگیم که بدتر از اسرائیله، اما این که برابر اسرائیل 100% هست. اما بدترش دیگه ما اگه بگیم ممکنه خیلی ها بر ما خورده بگیرن، بگن چرا بیا نجات پرستی یکیه،
اصلا ارض موعودی که در اسرائیل علیه به خاطر اون عمل میشه و ملت مسلمان عرب فلسطین رو دارن سرکوب میکنن با این بهانه و این آقایون با حکومت به اصطلاح خودشون حکومت مهدی و نائب الامامشون که آقای ولی فقیه هستن دارن مردم رو به نقطه‌ای میرسونن که دیگه امکان بازگشت از اون نیست مگه با سرنگونی این نظام و با از بین بردن تمام اون چه که به نام ایران شناخته میشه الان در ایرانه. ظلمی که داره میشه واقعا از حدش گذشته، از حد طبیعی قابل تحمل گذشته. 32 سال مردم تحمل کردن. از این پس من فکر میکنم نظام باید انتظار داشته باشه که خودشه که باید عقب گرد بکنه و حتما باید عقب گرد بکنه و الا امکان نداره نظام بتونه با این سیاست ادامه بده، چون همه رو به جای رسونده که باید مقاومت بکنن، باید ایستادگی بکنن و به همین خاطر میبینیم که در تمام مناطق قومیت ها و در تمام مناطق مرکزی ایران هم حرکت و جنبش هست. ولی اگر امیر حسین موسوی و کروبی رو تونستن در خونه هاشون زندانی بکنن و کسی از اونا پشتیبانی نکنه به خاطر اینکه پایگاه مردمی نداشتن و به خاطر اینکه پایگاهی ندارن چون جزئی از رژیم بودن. ولی ملت ها و مبارزان ملت ها اینا فرق میکنن با رژیم و رهبران رژیم. ملت عرب اهواز یا ملت کرد مثل رهبراشون باشون برخورد نمیشه مثل امیر حسین موسوی و کروبی و ما اینو دیدیم در نظام، در داخل نظام الان کسی تکون نمیخوره، در واقع همه سرکوب شدن. ولی با وجود این در تبریز تظاهرات بود، در کردستان تظاهرات بود، در اهواز تظاهرات بود، همه جا تظاهرات بود و مردم اومدن بیرون و این میرسونه که ملت ها هنوز زندن و خیلی هم زندن و مبارزه دارن میکنن و دارن عمل میکنن و نیروی اصلی الان در ایران در واقع نیروی ملت هاست، نیروی کرد، نیروی بلوچ، نیروی عرب اهوازی و دیگر ملت های آذربایجان و ترکمن. ایران در واقع داره به سوی سرنگونی، چه بگم، بیشتر از سرنگونی به سوی تفکک کامل داره پیش میره با این سیاستی که نظام پیش رفته. چون کشور رو به اون سو میکشونه، خود رژیم داره به اون سو که شما قبلا صحبت کردیم. من شخصا جزو کسانی نبودم که از صحبت‌های غیر از به اصطلاح چیزی که الان میگفتیم در اون زمان. چون ما با رژیم با رهبران فعلی رژیم قبل از انقلاب کار کردیم به هوای اینکه اوضاع دیگرگون بشه در ایران و ملت ها به حقوقی برسن و محرومان به حقوقی برسن و بیچارگان به حقوقی برسن. الان دیدیم همه دزدن و دزدی هاشون دیگه اومده بالا، الان به 3000 میلیارد هم رسیده، همش زیر لوای عدالت خواهانه ولی فقیه که جز ظلم و ستم و خونریزی و از ایشان ندیدیم و از حکومتش ندیدیم و تازه این عدالتش به درد خودش میخوره. من نمایندگان پارلمانی گذاشته 325 نفر چیکار بکنن اونجا در تهران نشستن؟ چرا پول مصرف اینا میکنن وقتی خامنه‌ای خودش حاکمه؟ شورای نگهبان برای چی؟ حقوق برای چی میدن؟ علما رو برای چی جمع کردن؟ همشون یک مجموعه مفتخوری هستن که فقط بگن احسنت احسنت احسنت. آقای خامنه‌ای داره خودش هر کاری میخواد بکنه. حتی رئیس جمهوری که خودش آورده الان سرکوبش کرد. ما البته مسئله شهرکسازی در اهواز و گرفتن زمین ها، سرکوب مردم، هجرت دادن مردم اهواز و تغییر دموگرافی که در منطقه انجام میشه با اونچه که در فلسطین هست و میگذره مقایسش کردیم. آیا به نظر شما رژیم که ادعای اسلام و ولایت فقیه و ادعا میکنه، بله، نیابت امام زمان را داره، آیا با این سیاست هاش موفق میشه که رژیم نه اسلامی است و حتی ادعاش باطله، چون رژیم یک رژیم صفویه و صفویت یک مذهب سیاسی است، یک مذهب الهی نیست و ما اینو داریم میبینیم. اگر مذهب الهی بود حداقل پیغمبری، امامی بهش احترام میگذاشتن، به هیچ کسی احترام نگذاشتن. حتی علمای خودشون رو دارن سرکوب میکنن. آیت الله بروجردی الان در تبریز داره اونجا در اون گرمای شدید داره به اصطلاح جان میده. علمای خودشون رحم نمیکنن، به آقای کروبی رحم نکردن، به میر حسین موسوی که نخست وزیرشون بود رحم نکردن، به دیگران، به آیت الله هایی که نائب امام بودن رحم نکردن.
نکردن، به شیخ محمد طاهر خاقانی در محمره رحم نکردن و اون تبعید کردن، در قم مرد. اینا اگه مقایسه بکنیم در کرانه غربی یا در غزه کمتر از اینا اتفاق افتاده. شما فکر کن الان اسرائیل حمله کرد به غزه و 1250 نفر کشت در غزه، ولی ایران بمباران نمیخواد بکنه. ایران نیازی به استفاده از هواپیمانی نداشت. ایران همینطور به رگبار همه رو میبنده، به وسط خیابون میکشه، ده ها میکشه، صدها میکشه، با مواد مخدر میکشه، از گرسنگی میکشه، با تصادفات. در ایران در 10 سال گذشته اینطوری که آمار نشون میده در 10 سال گذشته 8700 نفر میگه در یک منطقه محدودی یادم نیست عنوان کرده کشته شدن از تصادفات، به خاطر اینکه امکانات اسفالت خوبی نیست، ماشین خوب سالمی نیست، تایر گرونه، کمک گرونه، فرمان گرونه، بنزین گرونه، روغن گرونه. همه این زندگی مردمه. در اسرائیل بله سرکوب هست، کشتار هست، ولی در مقایسه با ایران مقایسهش بکنیم، گفتم ما خیلی به ایران رحم میکنیم اگه بگیم مثل اسرائیله، خیلی بهش رحم کردیم و الا باید مقایسمون خیلی بدتر از این باشه. بله البته در تایید کلام شما گفتید که رژیم ایران که ادعاش بی اساسه، حتی به شیعه، به علمای شیعه هم رحم نکرده و چند نمونه شما فرمودید. من نمونه خارجیش هم میگم که مثلا همه میدونن که حزب الله یا همون که میگن حزب الله که در لبنان هست، چقدر پول و چقدر ثروت ملت ها به اون داده میشه فقط وسیله و ابزاری برای نظام ایران باشه، نظام ایران و رساندن سیاست های ایران به لبنان تا خراب و فتنه و همه چی رو اونجا صادر بکنه. البته یکی از علمای شیعه لبنان که مجلس شیعی عربی داشت به نام محمد الحسینی، چون اون جزو صفوی ها نبود، جزو حزب الله نبود، چون از ملت عرب اهواز دفاع میکرد، از ملت های که مظلوم هستند در ایران دفاع میکرد، از صفوی ها انتقاد میکرد، یعنی جزء سیاست ایران نبود. یک عالم شیعه اون را به تهمت همکاری با اسرائیل را دستگیر میکنن، اون را زیر تا الان ماها پیش اون را دستگیر کردن، زیر شکنجه تا الان هست. رفت دادگاه اون را تبرئه داد و اون هم به خانوادهش گفته که تمام سالهایی که عزم کردن، تمام بازجوهایی که عزم کردن فقط به خاطر دشمنی یا انتقاد از رژیم ایران و تمام بازجوهاش هیچ ربطی به مسئله اسرائیل نداره. این تهمت تلفیق کردن به رابطه با اسرائیل و با امریکا و با غیره به یک روحانی که از ملت عرب اهواز دفاع کرد و گفت این رژیم صفوی است، رژیم شیعی نیست، رژیم اسلامی نیست. این همه تهمت و این نشون میده واقعا یک دلیل واضح است. علمای بسیاری در لبنان سرکوب شدن، علمای بسیاری سرکوب شدن. رژیم ایران نه رژیم اسلامی است، حتی رژیم شیعه هم نیست. رژیم شیعی هم نیست، صفویه. این هم یک عالم شیعه صفویه و یک مذهب سیاسی است. صفوی ها انتقاد کرد. اگر اونا صفوی نیستن، خب چرا اون رو دستگیر میکنن؟ چرا اون رو سرکوب میکنن؟ چرا اون رو زندانی میکنن؟ و اگر هستن این هم دلیله، چون از صفوی ها انتقاد کرد. کاملا درست. البته ما وقتمون خیلی محدوده، دوستمون تماس میگیره باش. الو بفرمایید. الو میباشیم ما با وصال به تماس شدیم؟ بله بفرمایید. برادر باز معذرت، ما به صفت یک افغان میباشیم ما شما معذرت. شما اسمتون چی هست؟ از کجا زنگ میزنید؟ لطف بکنید بگید. ما به صفت یک افغان ما شما معذرت میخوایم. همین برادری که پیشتر زنگ زده بود، این به نام ضابط سرور یکی از شیوعی رافضین است که فعلا در اشتودگارد زندگی میکنه. یک آدم بسیار شما مشکلات شما یا خبر نداره. بله من شمارش دیدم. همیشه از پشتی از آلمان میکنه، از میکنه. یه از امون شیوعی رافضین است که بسیار یک ملحد است، یک مشرک. باید شما متوجه انسان ها باشین که راه ندارید در تلویزیونتان. در تلویزیون راه نداره.
از هر جای بر تلویزیون ایران نداره. این درباره ایران معلومات، درباره مشکلات شما هم معلومات نداره. ما خودم دعواز رفتیم در مسجد سلیمان. بله. مشکلی که سر مردمه برای سونیا در این جای نیستی. حتی همین مواد غایطی خمینی در گردنش هست، همون را نمیخوره، بوی میکنه. برادر شما به عنوان یک افغان، برادر افغان که رفتید ایران، رفتید اهواز، رفتید مناطق محروم، حالا شما برای بینندگان عزیز بگید اونجا چه هست؟ عدالتی هست؟ چطوری با شما به عنوان افغان برخورد میکنن؟ آره عدالتی هست؟ آیا رژیم شیعی مسلمان هست یا صفوی و به همه ظلم میکنن؟ با شما چطور رفتار میکنن؟ حالا که بینندگان عزیز از زبان شما بشنون، بفرمایید. ما برادر به صفت یک مسلمان اینا را با ما انسانای خوبش احترام داریم، مگر به رژیمش، به این خیانت، به این ظلمی که سر افغانا کردن، ما قطعا این را یک رژیم اسلامی نمیگیم، این را ما یک رژیم شیطانی میگیم. که حتی با برادر در همه دنیا ببینید، در اروپا مسجد هست چیز، حتی یک سنی حق نداره. شما به صدا افغان ببینید که در اصفهان نماز جمعه، نماز عید اجازه نمیتن. در این جا ببینید که صدا مسجد است، آزاد مردم که این را ما کفر میگیم، چشم سبز بوی زرد میگیم، یا رئید به جمله انسان هم شماره میگیم، یا کافر است یا ملحد است، مشرک. مگر اینمی مشرکین و ملحدین اجازه میتن حقوق بشر مثل یک انسان ها را با چقدر احترام برشان هم حقوقش میتن؟ مگر در اونجا مملکت اسلامی بر یک برادر مسلمان خود، بر یک اهل سنی اجازه نماز خواندن نمیتن؟ 5-10 نفر یک جای شون اجازه نمیتن. ما در مسجد سلیمان، در خود فلکه لشکرآباد، در اهواز ما زندگی کردیم. ما بسیار میگم مسلمان هستی یا مسلمان هستی یا سنی، ما پیش از اینا مسلمان هستیم. این ضابط سرور، این بسیار یک انسان پست، انسان با عرض معذرت شما معذرت میخوایم به صفت یک افغان. این قطعا مسلمان است، یک ملحد است، مشرک، بچه شیخ بچه چیز است، هیچ انسان است. برادر شما با عرض معذرت برادرای بلوچ ما، برادرای بلوچ، برادرای حواس، شیعایی که چی دارن از ما برادر ماست. مگر میشه یک ملحده، این بچه شاه اسماعیل صفوی است. برادر عزیز، از اینکه تماس گرفتید از شما کمال تشکر داریم و خوب شده که شما اهوازی نیستید یا از ایران نیستید و این شهادت را به همه دادید که اون رژیمی مسلمان نیست و هیچ ربطی به اسلام و شیعه نداره که به شیعه ها، به سنی ها، به مسلمان ها، به همه ظلم میکنه. آقای محمود احمد در دقایق داریم تماس، ما انشالله که در آینده هر روز با شما هستیم. امیدواریم که شما شرکت وسیع‌تری بکنید از همه دوستان، از میان ملت ها و از میان مسلمانان. تقاضا داریم که تماس بگیرن و صحبت بکنن و حرفشون بزنن، با فقط از اهانت دور باشیم. خواهش میکنم. دوست عزیزمون، الو بفرمایید. سلام. این شماره رو گوشی مفتاده بود، کاری داشتم زنگ زده. بفرمایید. زنگ زدی که کار داشتم، بیکار بودم که با تو زنگ زدم. بفرمایید آقا، بفرمایید. شما چیزی میخواید بگید، بفرمایید. من افتاده بود رو گوشیم، کاری داشتم زنگ زده. مثل که نمیدونه خودش اصلا چی میخواد بگه. خب ما باز هم تلفن زیادی داریم، بینندگان عزیز تماس میگیرن. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم السلام و رحمت الله. بیشتر برادر ما که گفت ببینین اینا کلی شاگردای مکتب تکفیر است، اینا شاگردای ملازاده است، اینا در سعود همینطور ادب نشان کرده که شما از شما متاسفم، ببخشید که چون وقت برنامه ما تمام شده نمیتونیم دیگه بیشتر از این به طور زنده با شما در خدمت شما باشیم. آقای محمود احمد، اگر ممنونم. شما در ثانیه‌های
نه ما چیزی فقط اگر درود می‌خواید به همه بگید میفرستیم، به همه شنوندگان و بینندگان عزیز. سپاسگزاریم از مشارکت با ما و از حضورتون. آقای محمود احمد از شما تشکر میکنم خیلی از ممنون. اینکه تشکر میکنم. دعوت ما را پذیرفتید، دعوت ما را پذیرفتید و برای چندین روز تشریف میایید در خدمت انشالله، در خدمت اهداف ملت ها و اهداف که در ایران هستن مسلمانان صحبت انشالله میکنید باشیم. و از شما بینندگان عزیز از اینکه با ما موندید و صحبت های ما را گوش کردید و از شما کمال تشکر دارم. امیدواریم که در برنامه های بعدی میتونیم برنامه های بهتری داشته باشیم و از حالا ملل غیر فارس و نمایندگان آنها میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. با امید دیدار، خدا حافظ و یار و نگهدار شما باشد. تشکر میکنم.